سلام دوستان، بریم با هم با استفاده از کلاود، کنوا و سایت پونیشا یه لوگو طراحی کنیم و به مشتری تحویل بدیم و یه درآمد برای خودمون بسازیم. خب توی مرحله اول شما باید برید توی سایت کنوا یه اکانت برای خودتون بسازید. چیکار میکنید؟ میاد اینجا و اول که شما اگه اکانت نداشته باشید خودش میاره که ورود یا ثبت نام، شما ثبت نام میزنید و یه جیمیل و یه پسورد و تایید جیمیل تو ازتون میخواد. تموم. من اینجا ساختم برای خودم و اکانت ساختن خیلی کاری نداره بچه‌ها. این اکانت خیلی راحت میتونید بسازید و همچنین شما باید توی کلاود هم یه اکانت برای خودتون بسازید. میاید کلاود ای آی رو باز میکنید، میاید تو سایت کلاود ای آی و اینجا با جیمیل خودتون ثبت نام رو انجام میدید و تمام. کار خاصی نداره. همچنین شما توی سایت پونیشا هم برای خودتون باید یه به عنوان فریلنسر خودتون رو معرفی کنید. من اینجا یه خودم رو به عنوان فریلنسر اینجا معرفی کردم و یه اکانت برای خودم ساختم. اکانت ساختن بچه‌ها هیچ کاری نداره، خیلی راحت میتونید انجام بدید. خب ما دیگه با اون دو تا فعلا کاری نداریم، میریم داخل کلاود. خب داخل کلاود شما باید بیاید برای اینکه اکانت ساختی و حتما باید بیاید توی این قسمت کاستومایز روی گزینه کانکتورز بزنید و این بالا روی علامت مثبت اد کانکتورز رو میزنید. اینجا براوزر کانکتورز رو میزنید، انتخاب میکنید، میایید توی وارد همچین صفحه‌ای میشید که انواع اقسام اینجا کانکتورها رو بهتون نمایش داده، از جیمیل و گوگل درایو گرفته تا انایتن و کنوا و نیشن و خیلی چیزای دیگه که خیلی بی‌نهایت زیاده. هر چیزی شما بخواید اینجا هست. خب شما این بالا فقط سرچ کنید به صورت انگلیسی کنوا، خب اون خودش میاره. اینجا فقط یه سی بنویسید کنوا، ببینید کنوا برای من آورد. من اول نوشتم کنوا رو برای من آورد. من چون نصب کردم دیگه برای من اینجا نمایش. خب اینجا آورده کنوا. شما اینجا مثل اینه همچین علامتیه، شما باید اینجا روی علامت مثبت کلیک کنید. کنوا رو میگم. خب بعد از اینکه کلیک کردید جیمیلتون رو میاره، اون اکانتی که داخل اون بود براتون میاره و شما دسترسی رو بهش میدید، تایید رو میدید بهش و وصل میشه. مثل من اینجا من قبلا وصل کردم، ببینید اینجا بالا میاد. من اینجا کنوا، گاما، جیمیل و گوگل درایو و هیکسفیلد و انایتن رو اینجا من برای خودم نصب کردم. حتی گیت هاب هم میتونید وصل کنید، من بعدا برای خودم وصل کنم. خب شما اینجا که اومد توی این قسمت اومد، شما حتما این قسمت باید دسترسیاشو بهش بدین. حالا به صورت خودکار شاید اینجا مثلا روی علامت این دست باشه که یعنی مجاز نیست یا این نیست، محدودیت داره. خب شما اینجا روی always allow بزنید، همه اینجا رو هم باز انتخاب کنید که همه تیک خورده باشه و کامل دسترسی ها تا پایین بهش بدید. خب تموم دیگه، کاری ما اینجا نداریم. برمیگردیم اینو میذاریم، میریم توی سایت پونیشا. اینجا وقتی که اکانت ساختید میایید توی قسمت مشاهده پروژه ها، میاره اینجا. شما اینجا فقط جستجو کنید لوگو رو جستجو میکنید، میاد اینجا پروژه ها رو میاره دیگه به ترتیب. اینجا هزاران پروژه اینجا هست، هر کدوم خواستید. همین اولی جدیدترین همین اولیه، میزنید روی مشاهده پروژه. خب برای من بیاره. خب آورد. این توضیحات بیشتر رو باز کنید بچه‌ها. خب اینجا توضیحات رو بخونید خیلی راحت. خب برای برند شخصی خودم گفته در حوزه فلان، ما کاری ندارم، هر چی گفته رو اینجا میگیریم، از اینجا تا اینجا هر توضیحاتی بهمون داده رو میگیریم. خب کپیش میکنیم، میاریم اینجا توی کلاود پیست میکنیم. تموم. شما دیگه نیازی نیست هیچ کاری انجام بدید، چون کلاود الان وصل به کنوا و کلاود میره. ببینید اینجا علامت مثبت رو اگه نگاه کنید، اینجا قسمت کانکتورز ها اینجا نمایش داده میشه. الان کنوای ما وصل هست و روشن هم هست و تمومه دیگه. خب شما فقط از اونجا کپی میکنید، میارید اینجا پیست میکنید و این گزینه ارسال رو براش میزنید و میره میسازه برای شما. خب من چون قبلا ساختم دیگه نمیخوام
توکن مصرف کنه، چون توکن زیادی ازم میگیره، بخواد بره مصرف کنه. خب من یه نشونتون میدم، همینو من طراحی کردم. ببینید چی طراحی کرده، این بود. خب برای من طراحی کرد، الان نمایش داده میشه. خب ببینید همچین چقدر عالی. ببینید چی گفته اینجا، شما یه نگاه هم بندازیم بهش. گفته به صورت انگلیسی باشه، شامل یه آیکون و لوگو تایپ به جواد جامی و 3D دیزاین. ببینید جواد جامی 3D دیزاین، ببینید چقدر شیک هم نوشته اینجا. و یه آیکون سه‌بعدی هم اینجا گذاشته و بازم توضیحات رو اگه نگاه کنیم اینجا گفته خلاق باشه، نوعی حس عمق و ترجیح میداد طرح نهایی. چرا؟ چون گفته طرح نهایی ساده باشه، اینجا یه طرح ساده بهش داده و عمق. ببینید این چقدر جالب رفته عمق داده. الان این پس زمینه رو اگه نگاه کنید، یه پس زمینه آبی چی میگن عمق داره. حالا من قشنگ شما میتونید ببینید اینو. خب و برند شخصی پورتفولیو و تمومه دیگه. خیلی راحت شما تونستید الان یه لوگو بسازید و از اینجا دانلود میکنید، دانلود فایل، و اینجا میرید توی قسمت ارسال پیشنهاد، این پیشنهادتون رو ارسال میکنید براش. تمومه، شما یه لوگو ساختید و کارفرما اگه ببینه دیگه میتونه بهتون پول بده. خب تمومه دیگه، چیز دیگه ای نمونده. شما هر چیزی رو خواستید از اینجا از پونیشا بگیرید، بیارید اینجا پیست کنید و تمومه دیگه، لوگوتون آماده است. مرسی از توجهتون، ممنونم.